سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله که ما با شما همه حرف های الفبای عربی را گذاشتیم و درس امروزه قاعده مد می باشد. اول ما باید با شما بفهمیم که معنای مد چیست. سوال: مد چیست؟ جواب: دراز کشیده خواندن کلمه را مد گویند. مثال: کان. ببینید حرف الف را ما کشیده می خوانیم. کان. و مثال دیگر: قیل. قیل. ببینید حرف ای را ما دراز کشیدیم به دو حرکت. و مثال آخر: یقول. یقول. ببینید او را ما کشیده خواندیم به مقدار دو حرکت. یقول. این را فراموش نکنید که در وقت تلفظ آواز او لبها به پیش برآورده می شوند. یقول. سوال: حرف های مد چند تا می باشند؟ جواب: حرف های مد 3 تا می باشند. حرف الف، حرف واو و حرف یا. و شرط مد این است که پیش از الف فتحه آید و پیش از یا حرکت کسره آید و پیش از واو ضمه آید. در این حال این حرف ها کشیده می شوند، یعنی خودی حرف ها خوانده نمی شوند، فقط آوازی که مطابق به حرکت است آن آواز کشیده می شود. آواز ا، آواز ای و آواز او. این را مد گویند. مثال: در کلمه کان ما آواز ا را به 2 حرکت کشیدیم و در کلمه قیل ما آواز ای را به 2 حرکت کشیدیم و در کلمه یقول ما آواز او را به 2 حرکت کشیدیم. اکنون بیایید با هم مثال ها را تکرار میکنیم. بعد از خواندن من شما تکرار کنید. با، بی، بو، تا، تی، تو. ببینید ما مقدار 2 حرکت کشیده میخونیم. تا، تی، تو نه، بلکه تا، تی، تو، سا، سی، سو، جا، جی، جو، ح، حی، حو، خا، خی، خو. حرف خا حرف استعلا می باشد، یعنی غفظ خوانده می شود. با الف به طرف حرف آ میل کرده خوانده می شود. خا، خی، خو، دا، دی، دو، ذا، ذی، ذو. را. حرف را با فتحه غفظ خوانده می شود. را به طرف آ میل کرده می شود. را. ری با کسره باریک خوانده می شود. ری. رو با ضمه غفظ خوانده می شود. رو. ز، زی، زو، س، سی، سو، ش، شی، شو، صا. حرف صاد حرف استعلا می باشد، غفظ خوانده می شود. صا، سی، سو. با. حرف داد هم حرف استعلا می باشد، غفظ خوانده می شود. با، دی، دو.
طا. حرف طا هم حرف استعلا می باشد، حفظ خوانده می شود. طا، طی، طو. وا. حرف وا هم حرف استعلا می باشد، حفظ خوانده می شود. وا، ضی، ذو. ع، عی، عو. غا. حرف غین هم حرف استعلا می باشد، حفظ خوانده می شود. غا، غی، غو. ف، فی، فو. قا. حرف قاف هم حرف استعلا می باشد، حفظ خوانده می شود. قا، قی، قو. کا، کی، کو. این بود پایان درس امروزه. خدا خواسته باشد در درس بعدی نیز مثال های قاعده مد را می خوانیم. کلمه های مرکب را می گیریم. در این درس ما با شما کلمه های ساده را گرفتیم که از 2 حرف عبارت بود و در درس بعدی کلمه های مرکب را می خوانیم و بعد از آن به قاعده های دیگر می گذاریم. وظیفه خانگی این مثال هایی که خواندیم در دفتر کاری خود نوشته بار دیگر آنها را تکرار کنید. در آخر دعا می کنیم که خداوند به شما آسان گرداند تا الفبای عربی را از خود کرده تیزتر به قرآن خوانی شروع کنید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.